سلام، من اصل جامی هستم. به قسمت 4 از پادکست ریل استیت فارسی خوش اومدین. موردی که توی این قسمت راجبش میخوام صحبت کنم مراحل خرید خونه هستن. شاید راجب این موضوع زیاد شنیده باشین، ولی به نظر من همچنان مواردی هست که خریداران، مخصوصا خریداران اولیه یا فرستون بایرها باید راجبش بدونن. وقتی خریداری تصمیم میگیره مرحله خرید رو شروع بکنه، چند تا مورد هستش که باید حتما در نظر داشته باشه. مورد اول تحقیق در مورد بازار هستش، یعنی وضعیت فعلی بازار، قیمت‌های متوسط و روند رشد در محله‌های مختلف رو در نظر بگیره. درک بازار به شما کمک میکنه تصمیمات آگاهانه تری بگیرید. مورد بعد بودجه منطقی هستش. بودجه خودتون رو تعیین کنید. از قبل بهتره که با یه مورگیج بروکر یا مشاور مالی صحبت بکنید. از جمله نه تنها قیمت خرید، بلکه هزینه‌های اضافی مثل مالیات، بیمه، نگهداری و تعمیرات احتمالی رو هم در نظر داشته باشید. مورد بعد داشتن تاییدیه پیش از خرید یا همون پری اپرووال هستش. قبل از جستجوی خونه برای وامتون اقدام کنید تا بدونید چقدر میتونین وام بگیرین با توجه به مبلغ پیش پرداختی که دارید. حالا سوالی که خیلی پرسیده میشه این هستش که اگر باید حتما از بانکی که حساب بانکی دارین اقدام کنین برای وام. جواب خیر هستش. شما میتونین با هر بانک دیگه یا مشاور مالی که با بانک‌های مختلف کار میکنه اقدام بکنید. مورد بعد لوکیشن یا محل خرید هستش که باید به اون توجه کنید. محله ها رو بر اساس نیازهای سبک زندگی خودتون، مسافت، مدارس، امکانات و برنامه‌های توسعه آینده ارزیابی کنید. به دنبال مناطقی با پتانسیل رشد باشین. مورد بعد این هستش که انعطاف پذیر باشید. بازار املاک میتونه رقابتی باشه. بنابراین انعطاف پذیری در معیارهای خودتون مثل نوع ملک یا ویژگی‌های خاص کمک میکنه به شما که بتونین گزینه‌های بهتری رو پیدا بکنید. مورد بعد با این مشاور املاک صحبت کنید. یک مشاور املاک مجرب میتونه نکات ارزشمند، داده‌های بازار و راهنمایی‌هایی رو در مورد فرآیند خرید به شما ارائه بده و به شما در مذاکره کمک بکنه. همچنین کار مشاور املاک این هستش که مدارک قانونی خونه را بررسی بکنه و اگر مورد خاصی باشه به شما اطلاع بده. فرآیند پیشنهاد یا همون آفر رو درک بکنید. در مونترال معمول هستش که آفرها یا همون پیشنهادها مشروط بر تامین مالی یا همون مورگیج، بازرسی ساختمون یا در حقیقت اینسپکشن یا عوامل دیگه هستن. بدونید چگونه پیشنهاد خودتون رو ساختاربندی کنید تا برای فروشندگان جذاب باشه، که البته اون کار مشاور املاک هست که به شما پیشنهاد بده برای بهتر شدن ساختاربندی آفر شما. مورد بعد بازرسی خونه هستش که باید انجام بدین. همیشه بازرسی حرفه‌ای از خونه انجام بدین تا مشکلات پنهانی که میتونه منجر به هزینه‌های تعمیر بالاتر در آینده بشه رو کشف بکنید. برای هزینه‌های نهایی برنامه‌ریزی کنید. هزینه‌های نهایی ممکنه بین 1.5% تا 4% قیمت خرید باشه که شامل هزینه محضر، تکس‌ها، ویلکام تکس یا موارد دیگه هستن. هزینه هایی که خریدار در مرحله خرید خونه داره، هزینه بازرسی ساختمون، محضر و تکس ها هستن و بعد از اون مواردی مثل خرید وسایل جدید برای خونه، گرفتن بیمه برای خونتون، اینشورنس گرفتن برای خونه بسیار مهم هستش و قبل از زمان محضر یا نوتری باید این کار رو انجام بدین. هزینه برق، هزینه اینترنت هست که شما برای خونه جدیدتون دارین و هزینه های جابجایی که باید در نظر بگیرین. با دونستن این موارد و دنبال کردن این نکات و آمادگی کامل میتونین فرایند خرید خونه رو در مونترال با اعتماد به نفس بیشتر با یه ایجنت مجرب در سال 2025 پیش ببرید. اگر موردی بود که دوست داشتین در اپیزودهای بعدی ما راجبش بدونین، میتونین که با من اصل جامی تماس بگیرین. مرسی از اینکه به قسمت 4 از پادکست ریل استیت فارسی گوش دادین. روز بخیر.